سلام عشقا، به پیج خودتون خوش اومدید. امروز میخوام کارت بکشم برای شرایط مالی کاری. فقط اون قلب سپیده رو برای ما قرمز بکنید. یه سوالی که ممکنه خیلی از شما تو ذهنتون باشه، جابجایی کاری دارن؟ کسی که صحبت کردی برای جابجایی کاری، جابجایی کاری الان در حال حاضر به صلاح تو نیست یا ارتقای حتی شغلی. زمان بر هست اما انجام شدنیه. از نفوذ کلامت استفاده کن و آدم هایی که دور و برت هستن رو باهاشون صحبت بکن. اونا راهکار بهت میدن. تغییر تحول کاری بین 6 تا 7 وعده آینده برای تو اتفاق میفته. از جایی که قراره بری مطمئن بشو، بعد جای قبلیت رو ترک بکن. جابجایی کاری داری اما الان به صلاحت نیست و انجامش ندی بهتره. بنفش